سلام عزیزان، وقتتون بخیر. من پریسا هستم. این لیف چند ضلعی یا حالا لیف لوزی رو میخوام بهتون آموزش بدم. فقط ممنون میشم که آخر دیدن فیلم اگر که اون علامت پسندیدن رو بزنید روش و یه کامنت انرژی بخش هم برای من بذارید که انگیزه‌ای داشته باشم برای ادامه بافت‌های بیشتر. ممنون میشم. خب عزیزان، ببینید من یه کامبای معمولی گرفتم برای لیف و قلابم هم قلاب شماره 2 هست. حالا شما بستگی به نختون که میگیرید، نخ هرچی ضخیم‌تر باشه شماره قلاب میره بالاتر. من الان این مناسب این دیدم، این نخ قلاب شماره 2 میخواد. و اینکه این لیف و عزیزان من یک رج کرم رنگ بافتم، یک رج بنفش. حالا دیدم نیازی نیست، شاید با تک رنگ ببافم آموزشش بهتر و راحت‌تر باشه. خب عزیزان شروع میکنیم. رج اول رو اول یک گره میزنیم، یک گره، و شروع میکنیم با 6 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6. عزیزان ببینید من مجبور هستم به خاطر اینکه جلوی دوربین هست یکم، چون میخوام کار سریعتر پیش بره، یکم شلتر میبافم. شما حالا بستگی به سلیقه خودتون داره. اگر لیف شل میخواید میتونید گشادتر ببافید و اگر لیف سفت‌تر میخواید میتونید دستتون رو سفت‌تر کنید، نخو بکشید. خب من 6 تا زنجیره زدم و اینو بست میزنم به زنجیره اول. یه فضای کوچیکی اینجوری درست شد. عزیزان من الان میخوام توی این فضا 16 تا پای بلند ببافم که این 16 تا پای بلند رو دو تا بینشون فاصله بندازم و یک زنجیره بزنم. خب ببینید الان میریم رج دوم. رج دوم ببینید از اولش از شروع میکنم با 3 تا زنجیره که این خودش حکم یه پایه رو داره. این یک پایه و اینم 2 تا پایه. یک زنجیره فاصله، پایه سوم، و چهارم یک زنجیره فاصله میندازم. این نخم ببینید عزیزان، این نخم در طول بافت خودش میره بین پایه ها، دیگه نیازی به گره زدن و اینا نیستش، خودش میره داخل خود بافت دیگه پنهان میشه. خب پایه بلند پنجم و ششم یک زنجیره، پایه بلند هفتم و هشتم یک زنجیره فاصله، 9 10 یک زنجیره فاصله، 11 12 یک زنجیره فاصله، 13 14 یک زنجیره، 15 16 و تمام. یک زنجیره میزنم و وصل میکنم به اون 3 تا زنجیره‌ای که اول رج زده بودم. یک بست میزنم. خب رج دوم عزیزان، برای رج دوم من میخوام برم تو این فضاهای تک زنجیره‌ای که زدم، تو اینا بافت رو انجام بدم. پس چیکار میکنم؟ اینجا الان یه بست بین این 2 تا پایه میزنم، یک بست میزنم که برم جلو، دوباره یک بست دیگه داخل این فضای تک زنجیره‌ای میزنم. خب الان رج سوم شروع میشه. رج سوم رو شروع میکنم. عزیزان شما هم میتونید اول رج رو با 3 تا زنجیره شروع کنید که حکم یه پایه رو داره، هم میتونید یه پایه بلند بزنید. حالا من همینجوری 3 تا زنجیره میزنم که اول رج با 3 تا زنجیره شروع بشه. پس این یه پایه و این 2 تا پایه. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میرم داخل فضای تک زنجیره‌ای بعدی. عزیزان ببینید برای اینکه این گوشه اینجا شکل بیفته، الان من اینجا رو میخوام ببافم. خب اینجا الان دقت کنید، اینجا رو فضای تک زنجیره اول رو 2 تا پای بلند زدم، اینجا من 4 تا پای بلند میزنم، 1 2 یک زنجیره و مجددا تو همین فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند دیگه میزنم. خب بدون اینکه فاصله‌ای بندازم با زنجیره، دوباره میرم تو فضای تک زنجیره بعدی، فقط 2 تا پای بلند میزنم.
دوباره تو فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند، دوباره تو فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند. خب اینجا مثل این روبرو که 4 تا پایه بلند تو یه دونه تک زنجیره زدیم، اینجا هم همون کارو میکنیم. 2 تا پایه بلند میزنم، یک زنجیره فاصله میندازم و دوباره 2 تا پایه بلند دیگه تو همون فضا میزنم. خب دوباره میرم تو فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند، فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند. خب اینجا دیگه رج تموم میشه. اینو پایه آخر رو که زدم وصل میکنم به اون 3 تا زنجیره‌ای که اول رج زده بودم، با یه بست وصل میکنم به اون. خب عزیزان، رج 4 رو شروع میکنیم. من برای اینکه برم توی این فضاهای ما بین این پایه ها که شروع رج آغاز کنم، باید با بست برم تو اون فضا. ببینید بین این 2 تا پایه یه بست میزنم، میرم تو فضای بین پایه ها یه بست دیگه میزنم و رج 4 رو از اینجا شروع میکنم. 3 تا زنجیره، حکم یه پایه رو داره، یه پایه، اینم 2 تا پایه. خب این 2 تا پایه، میرسم به این 4 تا پایه‌ای که زده بودم و ما بینش یه زنجیره بود. میرم داخل این فضای تک زنجیره‌ای و اینجا هم 4 تا پایه میزنم که 1 پایه، 2 پایه، 1 زنجیره فاصله و دوباره تو همون فضا 2 تا پایه بلند دیگه میزنم. خب میرم تو فضای بعدی، فقط 2 تا پایه بلند میزنم، باز میرم تو فضای بعدی 2 تا پایه بلند میزنم، فضای بعدی 2 تا پایه بلند میزنم، فضای بعدی 2 تا پایه بلند میزنم. ببینید عزیزان، هیچ رج داره بیشتر میشه و بزرگتر میشه، تعداد پایه ها بیشتر میشه. خب اینجا رسیدم دوباره به اون 4 تا پایه‌ای که تو یه دونه فضای تک زنجیره‌ای زده بودم. دوباره اینجا 2 تا پایه بلند میزنم، 1 زنجیره و همونجا داخل همون فضا دوباره 2 تا پایه بلند دیگه. ببینید عزیزان، در واقع اینجوری الان لیف داره جمع میشه و به صورت مثل حالت گلدون داره میره بالا و گشاد میشه. خب فضای بعدی، فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند، فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند، فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند و اینجا میرسیم به آخر رج. آخر رج که اون 3 تا زنجیره بود، یک بست میزنم داخل اون 3 تا زنجیره و رج 4 تموم میشه. ببینید عزیزان، این داره اینجوری حالت مخروطی به خودش میگیره. عزیزان میخواستم اینو بگم که شما اگر بخواید میتونید به اصطلاح بین این 2 تا پایه ها، ببینید من این 2 تا پایه هایی که میزنم اینا رو ما بینش زنجیره‌ای نمیزنم. ببینید 2 تا اینجا زدم، 2 تا اینجا زدم، 2 تا اینجا. شما اگر بخواید لیفتون طولی تر بشه، سوراخ‌دار بشه، شما میتونید بین اینا یک زنجیره فاصله بندازید. یعنی 2 تا پایه رو تو این فضا زدین، یک زنجیره بزنید، دوباره 2 تا پایه، یک زنجیره، 2 تا پایه، یک زنجیره. ولی من چون خب لیف حالا اینجوری، شاید بعضی اینجوری دوست داشته باشن که لیفشون سوراخ درشت نداشته باشه، چون میدونین آب بخوره اینا گشاد میشه. به خاطر این من با زنجیره فاصله نانداختم. خب عزیزان، شروع رج 5. من برای اینکه برم تو این فضای بین پایه ها، اینجا یک بست میزنم بین این 2 تا پایه و میرم تو فضای
بعدی که رج 5 رو شروع کنم. خب 3 تا زنجیره برای شروع رج، 1 پایه و این هم 2 تا پایه. خب اینجا میرسم به این 4 تا پایه‌ای که توی یک فضای زنجیره‌ای میزدم. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میرم داخل این فضای تک زنجیره‌ای 1 پایه بلند، 2 پایه بلند، 1 زنجیر فاصله و 2 تا پایه بلند دیگه میزنم. خب میرم در فضای خالی بعدی بین پایه ها، 2 تا پایه دیگه، فضای بعدی بین پایه ها، 2 تا پایه بلند دیگه، 2 تا پایه بلند در فضای بعدی، 2 تا پایه بلند در فضای بعدی. در واقع همینجوری هی این داره میره بالا و بزرگتر میشه، حالت مخروطی به خودش میگیره. دوباره 2 تا پایه بلند در فضای بعدی که اینجا میرسم دوباره به این 4 تا پایه بلندی که توی یک فضا زده شده. میرم ما بین این 2 تا تو فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. خب میرم در فضای ما بین پایه ها، فضای بعدی 2 تا پایه بلند، فضای بعدی 2 تا پایه بلند، فضای بعدی 2 تا پایه بلند، 1 2. فضای بعدی دوباره 2 تا پایه بلند و اینجا رج دیگه تموم میشه. با یه دونه بست میرم تو این 3 تا زنجیره اول رج و یه دونه بست میزنم. ببینید عزیزان، الان دیگه من تمام رج ها رو نمیتونم حالا فیلم بگیرم ببافم، یعنی خب وقت تلف میشه. ببینید الان به این صورت من اینجا هستم. خب اینو تا اینجا که ما شیب میخوایم بدیم، اینو شما ادامه میدین این رجو همینجوری ما بین پایه ها. ببینید الان مثلا رج 6 شما با بست میایین تو این رج، تو این فضای ما بین پایه ها 2 تا پایه میزنید، دوباره میایید بین این 4 تا 2 تا پایه، 1 زنجیره 2 تا پایه میزنید، دوباره اینجا 2 تا پایه، دوباره اینجا 2 تا پایه، 2 تا پایه، 2 تا پایه، 2 تا پایه بلند اینجا، 2 تا پایه بلند اینجا، دوباره ما بین این 4 تا 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره 2 تا پایه بلند، فضای بعدی 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه بلند که دوباره رج بعدی شروع میشه. این دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره که اینو تا کجا میخواید ادامه بدید که این به این حالت مخروطی شکل در بیاد. الان ببینید فقط برای اطمینان براتون بهتون میگم از اینجا تا اینجا من الان 16 رج زدم. الان اینجا ما رج 5 بودیم تا اینجا که حالت مخروطی بگیره و گشاد بشه که دست بره توش. من اینجا تا اینجا 16 رج شد. شما تا اینجا تا 15 یا 16 رج بستگی به سلیقه خودتون داره. مثلا یه نفر دستش کوچیک‌تره، یه نفر دستش بزرگتره. شما 16 تا رج ببافین تا اینجا که رسیدین. بعد از رج بعد من دوباره آموزشش رو بهتون خدمتتون عرض میکنم. خب عزیزان ببینید من این لیف رو تا اینجا بالا اومدم، اینو تا اینجا بافتم. فقط اینو میخواستم بهتون بگم که این لیف قبلی من هم نخش نازکتر بوده، هم من اینو سفتر بافته بودم. به خاطر همین از اینجا از رج اول تا اینجا این 16 رج شد. ولی با این کاموا چون هم ضخیم‌تر است و هم من شلتر دارم میبافم، از رج اول تا اینجا 12 رج شد. اینو میخواستم بهتون بگم که در نظر داشته باشید. و حالا ادامه بافت. ببینید عزیزان الان ما اینجا هستیم. خب برای اینکه این انقدر لیف و این ضلعش رو به صورت صاف ادامه بدیم بیایم بالا، ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید این 4 تا پایه بلندی که این وسط هست تو این فضای بین اینا، یکی اینجا و یکی اینجا، این فضاها رو تا حالا ما تو اینا پایه بلند میزدیم. ولی الان برای اینکه این صاف در بیاد باید چیکار کنیم؟ یه رج
پای بلند بزنیم و یه رج پای بلند نزنیم، یعنی یه رج در میون انجام بشه. حالا ببینید من میبافم که شما متوجه بشید. پایان رج قبل رو من به این 3 تا زنجیره اول رجمون بست میزنم. خب حالا الان ما چیکار باید بکنیم؟ الان این 2 تا فضای خالی بین این 4 تا پایه این وسط رو ما نمیخوایم بزنیم. خب چیکار میکنیم؟ با یه بست همینجا بین این 2 تا پایه یه دونه بست میزنم، میرم تو این فضا یه دونه بست میزنم، میرم تو این 4 تا پایه بلند این وسط اینجا یه دونه بست میزنم و میرم وسط این فضای خالی که یه دونه زنجیره بود اینجا هم یه دونه بست میزنم، بافت رو شروع میکنم. 3 تا زنجیره که حکم یه دونه پایه بلند رو داره، یه پایه بلند دیگه، یه زنجیره بینشون و 2 تا پایه بلند دیگه همینجا تو همین فضا. خب حالا چیکار میکنیم؟ این فضای خالی بعدی رو رد میکنیم و میریم توی فضای بعدی 2 تا پایه بلند میزنیم. خب این ضلع لیف و کلا دیگه حالت همون قبل ادامه میدیم. دوباره تو فضای خالی بعدی 2 تا پایه بلند، دوباره تو فضای خالی بعدی 2 تا پایه بلند، فضای خالی بعدی 2 تا پایه بلند. همینجوری اینو ادامه میدیم عزیزان تا برسیم به اینجا. اینو ببافید، من برمیگردم. خب ببینید عزیزان، این یه تیکه رو من بافتم، الان رسیدم نزدیک این 4 تا شدم. ببینید 2 تا پایه بلندم اینجا میزنم. خب الان ببینید رسیدیم به فضای خالی قبل این 4 تا. اینو رد میکنیم، اینو پایه بلند نمیزنیم، میریم این وسط، این فضای خالی که یه دونه تک زنجیره بین این 4 تا پایه بلند بود. اینو به همون روال قبلی دوباره 2 تا پایه بلند، یک زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه میزنیم. دوباره بعدش فضای خالی بعد این 4 تا پایه بلند و اینو چیزی نمیزنیم، میریم تو فضای بعدی 2 تا پایه بلند میزنیم و دوباره اینو ادامه میدیم همینجوری توی تمام فضاهای خالی این رج تا اینجا. همینطور اینو ادامه میدیم و فضاهای خالی رو 2 تا پایه بلند میزنیم. عزیزان تا اینجا ادامه بدید، من دوباره برمیگردم. خب انتهای رج 13 این 2 تا پایه تو این فضای خالی میزنیم. خب ببینید یه فضای خالی قبل این 4 تا بود که اینجا نزدیم، ردش کردیم. الان اینم رد میکنیم. اینجا با یه بست، اینجا 3 تا زنجیره داشتیم دیگه، شروع رج 3 تا زنجیره داشتیم. اینجا با یه بست اینو به هم وصل میکنیم. خب حالا رج قبل ما این 2 تا فضای خالی ما بین اطراف این 4 تا پایه وسط رو چیزی نزدیم. حالا از این رج که شروع رجه اینجا میزنم، گفتم که یک رج در میون اینجا رو پایه میزنیم و یه رج نمیزنیم، اون رج نزدیم، الان این رج باید بزنیم. خب الان ببینید با بست من میرم بین این 2 تا پایه، دوباره یه بست دیگه میزنم، میرم وسط این 4 تا پایه. 1 2 3 این در حکم پایه اولو داره، این 1 پایه، اینم 2 پایه، یه زنجیره ما بینش و 2 تا پایه دیگه همینجا تو همون فضا میزنیم. خب حالا این رج 2 تا پایه تو همین فضای بعدی بین این 4 تا پایه 2 تا پایه میزنیم. دوباره همون روال قبلی 2 تا پایه اینجا، 2 تا پایه بلند، فضای بعدی 2 تا پایه بلند، فضای بعدی 2 تا پایه بلند. عزیزان اینو ادامه بدیم تا قبل این 4 تا پایه این وسط.
عزیزان من رسیدم به این قسمت. رج قبل، این فضای قبل از این 4 تا زنجیره رو پایه نزدیم، رد کردیم. اینجا الان این رج پایه میزنیم. میرسیم به این 4 تا پایه وسط، 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، 2 تا پایه بلند. فضای بعدی رو 2 تا پایه بلند میزنیم، دوباره 2 تا پایه بلند تو فضای بعدی و همینجور ادامه میدیم تا آخر رج. عزیزان اینو تا آخر رج ببافین، من برگردم. خب عزیزان رسیدیم انتهای رج. این فضا رو من 2 تا پایه بزنم. این فضای قبل این 4 تا پایه وسط رو اینم 2 تا پایه میزنم و با یه بست وصل میکنم به 3 تا زنجیره اول رجمون. خب حالا برای شروع رج بعدی یه بست من اینجا میزنم تو بین همین 2 تا پایه، یه بست میزنم، میرم تو فضای تک زنجیره‌ای که بین این 4 تا پایه بود، اونجا هم یه دونه بست میزنم. 1 2 3 اول رج با 3 تا زنجیره شروع میکنم. این یه پایه، این 2 تا پایه، یه زنجیره برای فاصله، 2 تا پایه تو همون فضا. خب قرار بود یکی در میون یه رج اینجا فضای خالی بین اینا، بعد این 4 تا پایه یه بار پایه بزنیم، یه بار پایه نزنیم. الان میشه رجی که باید پایه نزنیم. اینو رد میکنیم، میریم تو فضای خالی بعدی، 2 تا پایه میزنیم و اینو همینطور ادامه میدیم تا اینجا. عزیزان اینو که بافتید میاید دوباره قبل این 4 تا پایه این 2 تا فضا اینو با اینو رد میکنید، پایه‌ای نمیزنید. این وسط طبق روال همون 2 تا پایه یه زنجیره 2 تا پایه رو میزنید، میرید تو فضای خالی، اینو رد میکنید، میرید تو فضای خالی بعدی. طبق روال دوباره تو هر کدوم از این فضاها 2 تا پایه میزنید و میرسید به آخر رج. آخر رج هم که دوباره این فضای خالی رو رد میکنید و یه بست میزنید به اینجا. من الان ببافید برگردم بهتون نشون بدم. خب عزیزان آخر رج 16 هستم. رسیدیم به آخر رج. این فضای خالی قبل از این 4 تا پایه این وسط رو رد میکنیم و یک بست میزنیم به این 3 تا زنجیره اول کارمون. خب حالا رج بعد رو چیکار میکنیم؟ برای شروع رج بعد دیگه اینو اولش رو توضیح میدم، دیگه خودتون ادامهش رو برید. با یه بست میریم بین این 2 تا پایه، یه بست دیگه میزنیم، میریم تو این فضای تک زنجیره بین این 4 تا پایه و از اینجا دوباره شروع میکنیم. 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه اول شروع رج، یه پایه دیگه، یه زنجیره برای فاصله، دوباره 2 تا پایه بلند و این رج، این فضای بعد این 4 تا پایه رو دوباره ما پایه میزنیم. گفتیم یک رج در میون یه بار پایه نمیزنیم و یه بار پایه میزنیم. الان پایه رو زدیم، 2 تا پایه و ادامه رج دیگه تا آخر. خیلی ساده است عزیزان، این لیف واقعا خیلی ساده است، فقط دقت میخواد، همین یه دقت و حوصله‌ای میخواد. ولی که خب همش دیگه پایه و زنجیره است، چیز خاصی نداره. اینو تا آخر رج میرید، ادامه میدید و اینجا که رسیدین خواستین رج رو تموم کنید، دوباره اینجا 2 تا پایه رو میزنید و وصل میکنید به این 3 تا زنجیره اول کار. عزیزان شما این زل لیفو اینو لطفاً تا هر چقدر که دلتون میخواد، یعنی دستتون رو بکنین تو لیف، ببینین چقدر دوست دارین، چقدر راحت هستین این زل رو ادامه بدین. بستگی بازم به بزرگی و کوچکی دست‌ها داره. من فکر میکنم با این کاموای من که ضخیم هست و دست منم دارم شل میزنم و گشاد میرم، شاید فکر میکنم تا اینجا که این زل بخواد تموم بشه شاید 11 رج، 11 یا 12 رج. حالا اینو که تموم کردم برمیگردم بهتون میگم. همین حدود 11 12 رج شاید بشه، شاید هم 10 رج بشه، بهتون میگم. خب عزیزان ببینید این زل من بافتم، مال من 8 رج شد.
حالا ببینید میخوایم این زل اینجا رو، این کوچولو رو میبینید اینجا جمع شده که دیگه تنگ شده، همین یه کوچولو در حدود 2-3 رج شاید بشه. اینو الان میخوایم انجام بدیم برای اینکه این لیف رو جمعش کنیم و در ادامه دیگه بریم بالا. اینجا در حدود چند رج ما چیکار میکنیم؟ اطراف این 4 تا پایه این وسط که بینشون یه زنجیر است، اطراف اینو فضای خالی اینور و فضای خالی اینور، اینجا هم همینطور فضای خالی اینور و فضای خالی کنار این 4 تا پایه‌ای که بینش یه زنجیره هست و اینو پایه نمیزنیم، یعنی چند رج فقط همینجوری ما کم میکنیم. ببینید حالا من یه رجشو میبافم. خب الان اینجا با بس میایم بین این 2 تا پایه بس میزنیم، میام تو این فضای تک زنجیره‌ای بین این 4 تا زنجیره یه بسته دیگه هم میزنم، شروع رج 3 تا زنجیره، یک پایه دیگه کنارش، یک زنجیره و توی همون فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند دیگه هم میزنیم. خب عزیزان این 4 تا پایه رو که زدیم، فضای کنار این 4 تا پایه وسط رو رها میکنیم و میریم توی فضاهای بعدی. هر کدوم رو 2 تا پایه میزنیم، 2 تا پایه بلند تو هر کدوم از این فضاها میزنیم تا آخر رج. فقط عزیزان رسیدین این وسط، کنار این 4 تا پایه رو، این فضا و این فضا رو رد میکنید و پایه نمیزنید. حالا اینو ببافید، منم انجام میدم برمیگردم. خب عزیزان ببینید رسیدم به آخر رج. باز این فضای کنار این 4 تا زنجیره رو رد میکنم، این 2 تا پایه آخر رو که زدم بست میزنم به 3 تا زنجیره اول رج. پس همونطور که گفتم تو این رج و چند تا رج بعد از این، حالا 2 تا 3 تا 4 تا هر چند تا رج که خواستین کم میکنید، هم این 4 تا پایه رو کنارش رو پایه نمیزنید، هم این 4 تا پایه اینجا رو، یعنی تو هر رجی ما 2 بار باید کم کنیم، این 2 تا فضاها رو پایه نباید بزنیم، یکی اینجا یکی هم اینجا اول رج. حالا این بافت رو شما تا ادامه بدین تا ببینید چند رج دوست دارین که تنگ بشه. من بزنید تا منم دوباره برگردم. خب عزیزان ادامه لیف و این قسمت که اینجا باریک میشد رو من بافتم و برای من 3 رج شد. آخر رج 2 تا پایه که اینجا زدم و گفتم اینجاها که باید کم میکردیم، اینجا قبل از این 4 تا پایه نمیزدیم، بنابراین اینجا رو من رد میکنم و یک بست تو این 3 زنجیره اول رج قبلمون میزنم. حالا برای رج بعد ببینید من الان میخوام اینو ادامه بدم برم بالا، اینجا تنگ شد، حالا اینو میخوام ادامه بدم و برم بالا. خب برای این کار چیکار میکنم؟ اینو که بست زدم، با یه بست الان میام بین این 2 تا پایه اول رج قبل دوباره یه بست دیگه میزنم، میرم بین فضای تک زنجیره بین 4 تا پایه بلند. حالا شروع میکنم به بافت. عزیزان دقت کنید از اینجا به بعد دیگه توی تمام این فضاها ما همه رو 2 تا پایه بلند میزنیم، حتی این وسط، یعنی این وسط که 4 تا پایه داشتیم که ما بینش 2 تا پایه بلند یه زنجیره 2 تا پایه بلند بود، هم اینجا هم فقط 2 تا پایه بلند میزنیم. ببینید اول شروع رج 3 تا زنجیره این یه پایه، اینم 2 تا پایه، رد میکنیم فضا رو و میایم تو فضای بعدی، اینجا هم 2 تا پایه میزنیم پایه بلند، تو فضای خالی بعدی 2 تا پایه بلند، تو فضای بعدی 2 تا پایه بلند. عزیزان تو تمام فضاهای خالی 2 تا پایه بلند میزنیم. و اینو همینطور ادامه میدیم. من اینو ادامه بدم تا برسم به اون وسط که 4 تا پایه بود.
ببینید فضاهای خالی همه پر میشه، میرسیم به فضای خالی قبل این 4 تا زنجیر، 4 تا پایه بلند. اینم 2 تا پایه میزنیم، میایم بین این 4 تا پایه بلند و یه زنجیره اینجا هم 2 تا پایه بلند میزنیم، همین. و دوباره فضای خالی بعد از این 4 تا پایه اونجا هم 2 تا پایه میزنیم و این کار رو همینطور ادامه میدیم تا انتها، که بستگی داره شما دوست داشته باشین که چقدر به اصطلاح این پایان لیفتون اندازه مچ دستتون بشه. ببینید عزیزان این کار رو همینطور ادامه میدیم و تا اینو بریم بالا. حالا ببینید برای شما چند رج کافیه. اینو تا آخر ببافید، ادامه بدید تا برسیم به کور کردنش. من برمیگردم. خب عزیزان گفتم آخر این رج رو نشونتون بدم. 2 تا پایه زدم، یه فضای خالی قبل اون 4 تا پایه بلند رج قبل بود، اونو باز 2 تا پایه میزنیم و اینجا نخ و وصل میکنیم به 3 تا زنجیره اول رجمون، یه بست میزنیم. ببینید این 4 تا پایه‌ای که زدیم و یه زنجیر ما بینش بود، الان دیگه فقط 2 تا پایه میخوره. الان اینجا فقط 2 تا پایه میخوره. خب الان برای شروع رج بعد چیکار میکنم؟ با یه بست میرم بین این 2 تا پایه بلند، باز با یه بست دیگه میرم تو این فضای خالی بین 2 تا پایه و از اینجا شروع میکنم. 1 2 3 این یه پایه، اینم 2 تا پایه، دوباره تو فضای خالی بعدی 2 تا پایه بلند، فضای خالی بعدی 2 تا پایه بلند. اینو همینطور ادامه میدیم تا اینجا. ببینید دوباره این 4 تا پایه بلند رج قبل بود که توش این سری 2 تا پایه زدیم و بعد همینطور ادامه میدیم. ما بین این فضاهای ما بین 2 تا پایه ها رو همه رو 2 تا پایه میزنیم تا لیفمون تکمیل بشه. خب عزیزان من این لیفم بافتم و انتهاش به پایان رسید. ببینید شما میتونید همینطوری این رج آخر رو ساده بذارید و لیف رو تموم کنید، هم میتونید یه نقش کوچیکی بدین. الان ببینید این 2 تا پایه آخر رو من زدم و اینو بست میزنم به 3 تا زنجیره اول رج. خب اینجا لیف ما تموم شد. حالا میتونیم چیکار کنیم؟ برای اینکه مثلا یه نقش و نگار خوبی قشنگی بدیم به لیف، شما تو این فضای خالی بعدی چیکار میکنید؟ میایید 4 یا 5 تا پایه توی یه دونه همون فضا میزنید. 2 3 4 همون 4 تا فکر میکنم کافی باشه. حالا خواستیم پرتر بشه 5 تا بزنید. فضای خالی بعدی رو رد میکنید، تو فضای خالی بعدی دوباره 4 تا پایه بلند میزنید. 2 3 4 دوباره فضای خالی بعدی رو رد میکنید، تو فضای بعدی 4 تا. خب عزیزان در آخر این 4 تا پایه آخرم که زدیم که برای قشنگی بود، به این 4 تا پایه اول رج وصل میکنیم. خب برای بند لیفم یه حدود 40 تا 50 تا زنجیره میزنید و به اون ضلع روبروی لیف وصل میکنید. حالا کوتاهی و بلندیش به میل خودتونه. اینجا با یه پایه و یا با یه بست اینو وصل میکنید و نخو پاره میکنید و حالا گره میزنید و ادامه نخو این لا از اون پشت قایم میکنید. ممنون و متشکر از شما. تشکر که این فیلم رو نگاه کردید. خواهش میکنم ازتون لایک یادتون نره، کامنت پر انرژی برای من بذارید که پیج من هم دیده بشه. خیلی لطف میکنید. ممنونم ازتون. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.